قسمت دوم اقتصاد اعتباری. توی قسمت اول در مورد اقتصاد هدیه دیدیم که اگر من یک کالایی داشته باشم، مثلا یک حیوانی شکار کرده باشم، توی افراد قبیله اون رو به صورت اشتراکی پخشش میکنم به امید اینکه اونها هم بعداً این کار رو انجام بدن، مثل یک گله شیر یا یک گله گرگ که اگر شکاری باشه همه اعضا از اون استفاده میکنن چون بودن تو قبیله امتیازه. اما وقتی که کالاها متنوع میشه، ابزارهای شکار پیشرفت میکنن و شغلای جدید ایجاد میشه تو جوامع پیشرفته تر انسانی، دیگه این کار جوابگو نیست و باید یک معیار و ملاکی باشه که من بتونم اینها رو با هم معاوضه کنم و کالایی که نیاز دارن در لحظه رو تامین بکنم. برای چنین کاری اقتصاد اعتباری شکل گرفت، یعنی اینکه من برای شما این کالا رو فراهم میکنم و یک چیزی از شما طلبکار میشم و هر موقعی که گیر کردم شما اون رو به من برمیگردونید. توی اقتصاد اعتباری با حک کردن یک علامت روی چوب، سنگ یا پوست حیوانات این رو ثبت میکردن و بدون اینکه بخوان از هم دیگه کالایی دریافت بکنن در لحظه، کالای مورد نیازشون رو تامین میکردن.